به نام خدا، با آموزش پاورکوئری در خدمتتون هستیم. توی این بخش میخوایم تفاوت‌های ویلوکاپ و ایکس لوکاپ رو با مرج توی پاورکوئری رو به شما آموزش بدیم. خب ما اینجا دو تا جدول داریم. جدول اولمون مربوط به یک شرکت توزیعی هست که روزانه یک سری بسته رو جابجا میکنن توسط یک سری راننده. ما هدفمون اینه که کد پرسنلی هر راننده رو که توی یک جدول مجزا داریم، لیستشون رو اینجا داریم، بیایم تو جدول اولی قرار بدیم. خب توی اکسل های ورژن قدیمی ما می اومدیم از ویلوکاپ استفاده میکردیم. ویلوکاپ 4 تا آرگومان داره. آرگومان اول مقدار جستجو هست، لوکاپ ولیو. خب ما اینجا اسم راننده رو میخوایم جستجو کنیم، انتخاب میکنیم. تیبل آرای جدول مقصدمون هست. فقط ما باید اینجا یه نکته رو در نظر بگیریم که حتما اون جدول مقصدمون ستون اولش حتما اون اسمی که میخوایم دنبالش بگردیم حتما توی ستون اول قرار بگیره. اینجا اسم راننده هست، حتما تو جدول مقصد ما باید اینجا اسم راننده توی ستون اول باشه. خب انتخاب میکنم جدولو. آرگومان بعدی کالم ایندکس هست. ما اینجا مشخص میکنیم که کدوم یک از این ستون ها رو میخوایم برگردونیم. اگه من 1 بزنم ستون اول رو برمیگردونه، اگه 2 بزنم ستون دوم رو برمیگردونه. اینجا ستون دوم کد پرسنلی هست. خب من 2 رو میزنم. آرگومان آخرم 0 و 1 هست. اگه من 0 بزنم دقیقا اون مقدار رو برام برمیگردونه. اگه 1 بزنم مقدار تقریبی رو برمیگردونه. من اینجا 0 رو میزنم، اینجا کد پرسنلی رو برام آورد. خب یکی از مشکلات ویلوکاپ این بود که اگه من می اومدم اینجا جای دو تا ستون رو عوض می‌کردم ارور میداد. خب من جای این دو تا ستون رو عوض کنم. الان اینجا ارور داد. چرا؟ چون مقدار جستجو من توی ستون اول جدول مقصد قرار نداره. خب برای اینکه ما بیایم این ارور رو برطرف بکنیم، یکی از راه‌ها این بود که از تابع چوز استفاده بکنیم. خب میایم به جای اینکه جدول مقصد رو انتخاب بکنیم از تابع چوز استفاده میکنیم. چوز رو اینجا ما میزنم، یک کروشه باز میکنم. اینجا 2 تا ستون میخوام انتخاب کنم. 2 تا شماره میزنم، شماره 1 کاما شماره 2. کروشه رو میبندم. بعد آرگومان بعدی رو انتخاب میکنم. آرگومان بعدی اینجا اون ستون جستجوم هست. اینجا ما میخوام اسم راننده رو انتخاب بکنم، پس ستون راننده رو انتخاب میکنم. آرگومان بعدی هم مقداری هست که میخوام برگردونه. خب مقدار بعدی رو هم انتخاب میکنم. بعد این تابع چوز رو اینجا پرانتزش رو میبندم. حالت بعدی رو هم که مثل همون ویلوکاپ هست. ما دنبال کدوم هستیم؟ دنبال این هستیم که ستون دوم رو برگردونیم. خب رو میزنم، اینجا میومدم آرگومان آخر 0 رو میزدم که مقدار دقیق رو برام برگردونه. خب پرانتز رو میبستم، اینجوری برام محاسبه میکرد. ما توی اکسل 2021 دیگه کارمون راحت‌تر شده، از ایکس لوکاپ استفاده میکنیم. خب من ایکس لوکاپ رو تایپ میکنم. 6 تا آرگومان داره. 3 تا آرگومان اول اجباری هن، 3 تای آخر اختیاری هن. اولی لوکاپ ولیو اون مقداری هست که ما دنبالش هستیم. من اسم راننده رو انتخاب میکنم. لوکاپ آرایه اون آرایه جدول مقصد هست که ما باید دنبالش بگردیم. اینجا من جدول مقصدم اسم راننده رو انتخاب میکنم. آرگومان بعدی ریترن آرایه اون مقداری که میخوایم برگردونه رو مشخص میکنیم. آرگومان بعدی که توی ویلوکاپ ما نداشتیم این بود که اگه این مقدار رو پیدا نمیکرد ارور بهمون میداد، ولی الان اینجا ما میتونیم یک مقدار جایگزین براش مشخص کنیم. اینجا من مثلا میزنم نات اگه پیدا نکرد. خب تا اینجا کامل شده ایکس لوکاپم. اگه من اینجا ببندم، پرانتز رو ببندم، حساب میکنه برام. اینجا خیلی راحت حساب کرد برام.
ولی خب حالا اگه من بیام دنبال عدد 5 بگردم داخل این تعداد توزیع و اسم راننده رو برگردونم، در صورتی که 5 وجود نداشته باشه خب قاعدتا نات برامون میاره. ولی اگر من بخوام نزدیکترین عدد به عدد 5 رو برام برگردونه، حالا چه بزرگتر چه کوچیکتر، میتونم از ایکس لوکاپ دوباره استفاده کنم. خب من ایکس لوکاپ رو میزنم، عدد رو انتخاب میکنم، لوکاپ آرای تعداد توزیع رو انتخاب میکنم، ریترن آرای هم نام راننده رو انتخاب میکنم. آرگومان بعدی هم اگه پیدا نکرد بزنم نات. بعدی مچ مود رو میزنم کوچیکتر، -1 رو بزنم کوچیکتر از اون آیتم رو برام محاسبه میکنه. آرگومان آخر هم جدولمون رو میاد اولی از حالت first to last، یعنی از حالت اول به آخر میاد اولین مقدار رو که دید برمیگردونه. اگه پایینیه رو بزنم last to first میاد جدول رو از آخر به اول سرچ میکنه. خب من اولی رو انتخاب میکنم. خب حالا 5 توی جدول نیست. خب درسته، پس پیدا نمیکنه اینجا. 5 اینجا توی جدول نیست و کوچکتر از 5 هم وجود نداره، پس پیدا نمیکنه. منتها اگه من الان اینجا بزنم این -1 رو عوض کنم -1، خب -1 چی بود؟ exact match or next larger، اون آیتمی که بزرگتر از عدد 5 هست رو برام نشون میده. خب اینجا محسن کمالی رو برام برگردون. چرا؟ چون میاد از ابتدا تا آخر رو میگرده دنبال عدد 5. اگه 5 بود که برمیگردونه، 5 که نبود میاد نزدیکترین عدد رو انتخاب میکنه. اینجا نزدیکترین عدد به 5 6. خب ولی 2 تا 6 داریم ما اینجا، یه دونه محسن کمالی داریم، یه دونه یاسر کیانی. چون اینجا محسن کمالی از بالا بود میاد محسن کمالی رو بهمون نشون میده. اگه من این آرگومان آخری رو بیام -1 کنم، میاد از پایین به بالا جدولمو جستجو میکنه. قاعدتا باید یاسر کیانی رو بیاره که خب یاسر کیانی رو برامون مشخص میکنه. خب ما توی این حالت میخوایم یک بخشی از یک اسم رو توسط ایکس لوکاپ جستجو بکنیم و سطر متناظر رو توی اون جدول پیدا کنیم. برای این کار ایکس لوکاپ رو انتخاب میکنم. وقتی ما میخوایم یک بخشی از یک متن رو جستجو کنیم، حتما باید اون متن رو انتخاب بکنیم و اون رو بچسبونیم به کاراکتر ستاره. خب من شیفت و 7 رو انتخاب میکنم تا حالت مرجش فعال بشه. کوتیشن رو میزنم، ستاره رو داخل کوتیشن میزنم، اینجوری انتخاب میشه. بعد میرم توی آرایه بعدی، لوکاپ آرایه رو انتخاب میکنم. خب اینجا من اسم راننده رو انتخاب میکنم توی این جدول. ریترن آرایه هم مثلا من دنبال اینم که تعداد توزیع رو برگردونم. خب تعداد توزیع رو اینجا مشخص میکنم. آرگومان بعدی اگه پیدا نکرد من میتونم بزنم نات، داخل کوتیشن نات رو میزنم. قسمت بعدی مچ مود، اینجا جاییه که ما باید انتخاب بکنیم جستجو داخل یک متن رو. خب این گزینه وایلد کارد کاراکتر مچ رو انتخاب میکنم. آرگومان آخرم که قبلا توضیح دادیم سرچ از اول به آخر و سرچ از آخر به اول است. خب من اینجا از اول به آخر رو میزنم، یعنی از اول جدول به آخر جدول. پرانتز رو میبندیم. اینجا خب رفت توی جدولمون اسم یاسر رو جستجو کرد از اول جدول به آخر. اولین اسمی که دید اینجا عددش رو برامون آورد. اینجا یاسر محمدی اولین اسم بود که دید، عدد 10 رو آورد. اگه من بیام اینجا آرگومان رو
آرگومان آخر رو عوض بکنم، این یکه رو اگه میکردم مثلا -1، سرچمون رو از پایین به بالا می آورد، یعنی از آخر جدول به اول جدول. قاعدتا اینجا باید میرفت عدد 6 رو برامون برگردون. خب اینجا میزنیم آخری رو، از آخر جدول میاد اولین اسمی که با یاسر شروع میشه رو سرچ میکنه، عدد 6 رو برامون میاره. خب توی این حالت ما دنبال فامیلی محمدی هستیم که توی جدول سرچ بکنیم. خب ایکس لوکاپ رو انتخاب میکنیم، برعکس حالت اول هست. حالت اول من اول اسم رو زدم، بعد مرجش کردم با کاراکتر ستاره. این بار کاراکتر ستاره رو میزنم، شیفت و 7 رو میگیرم، مرجش میکنم با اون اسمی که میخوام جستجو بکنم، آرگومان رو عوض میکنم، آرگومان بعدی لوکاپ آرایی اون جدولی رو میخوام جستجو کنه انتخاب میکنم، ستون مورد نظر رو ریترن آرایی رو انتخاب میکنم. مثلا اینجا ما دنبال تعداد توزیع هستیم، if not found رو میزنیم روی not اگه پیدا نکرد، match mode رو میذاریم روی گزینه آخر wild card character match، این رو هم میذاریم سرچ از اول به آخر. خب الان ما اینجا محمدی، دو تا محمدی داشتیم، یکی سامان محمدی، یکی هم یاسر محمدی. من چون آرگومان آخر رو first to last انتخاب کرده بودم، یعنی از اول جدول به آخر جدول، اینجا هر جا اسم محمدی رو، فامیلی محمدی رو ببینه، اولین باری که دید برام برمیگردونه. اینجا عدد 11 رو میاره. اگه من آرگومان آخر رو عوض کنم -1، قاعدتا از آخر به اول میاد، اولین اسم محمدی رو که ببینه برام برمیگردونه. اینجا عدد 10 رو برام به نمایش میذاره.